خب سلام، من سینا هم از وبلاگ sinaswahili.net و تصمیم گرفتم که در واقع ویدیویی رو میخواستم ضبط بکنم که بذارید اینجوری بگم هفته پیش نه 2 هفته پیش حدوداً ورژن جاوای 23 که LTS باشه، حالا نمیدونم LTS یا نه، اینجا که ننوشته، فکر کنم LTS نیست، منتشر شد و من میخواستم که یه ویدیو ضبط کنم توضیح بدم که چه چیزهای جدیدی توش اضافه شده. بعد نظرم عوض شد، گفتم که بیام ویدیوهای بیشتر، در واقع ویدیوهای دیگه ای رو ضبط کنم که توش توضیح بدم توی ورژن های LTS جاوا چه چیزایی اضافه شده. حالا جریان این ورژن ها چیه؟ بذارید از این قسمت پایین شروع کنیم. اینجا ورژن ها رو نوشته، اینم ویکی‌پدیا، اندازه‌ش هم فکر کنم خوبه دیگه، بزرگه. اونایی که با رنگ قرمز مشخص شدن ورژن‌های قدیمی هن که دیگه ساپورت نمیشن. اونایی که با رنگ زردن ورژن‌های قدیمی هن ولی هنوز مینتیننس میشن، در واقع پشتیبانی دارن، که اصطلاحاً بهشون LTS هم میگن، لانگ ترم ساپورت هن. اونی که سبزه لیتست ورژنه که 23، من فکر میکردم LTS ولی فعلا اینجا ننوشته LTS. و فیوچر ریلیز هم که هنوز نیومدن، تو سال 2025 قراره بیان. کاری که من میخوام بکنم، اگه نگاه بکنید ورژن LTS یه دونه ورژن 8 داریم، یه دونه 11 داریم، 17 رو داریم، 21 رو داریم و حالا 25 هم که هنوز نیومده. میخوام یه مجموعه ویدیو ضبط کنم و توی هر کدومشون توضیح بدم که مثلا توی ورژن 8 چه فیچرهای جدیدی بهش اضافه شده. نکته ای که هست اینه که شما وقتی توی شرکتی بخواید کار بکنید یا بخواید یه پروژه رو شروع بکنید، معمولاً که نه، با احتمال خیلی زیاد پروژه اون شرکت روی ورژن LTS، چون که به هر حال لانگ ترم ساپورت و اون پروژه طولانی مدت میتونه از اون ورژن جاوا استفاده بکنه. و این ویدیوها به درد اون لحظه‌ای میخوره که مثلا شما رو ورژن 8 حالا میخوایم برین 11، این فیچرهای جدیدش رو حداقل بدونید و استفاده بکنید. منطقا برای هر ورژنی چند تا ویدیوی جداگونه ضبط میشه. مثلا ورژن 8ش احتمالاً 4 یا 5 تا ویدیو بشه و توش توضیح بدم که چیا اضافه شده. ویدیو هم مثل همیشه ادیت نمی کنم که اگه به خطای خود شما ببینید و در واقع چیزایی هم که قراره یاد بگیریم، چیزایی که قراره در موردشون صحبت بکنیم، اینا هستن. آپشنال رو توضیح میدیم، استریم رو توضیح میدیم و حالا زیر مجموعه هاش دیگه چیزایی که تو استریم باید یاد بگیریم. لامدا فانکشن ها رو توضیح میدیم و اینترفیس ها. احتمالاً 4 یا 5 تا ویدیو برای این قسمت ضبط بکنم. بیان از اینترفیس شروع کنیم. بذاریم چایی بخورم. اینم سرد بود. این ویدیو رو تقریبا یه بار تا نصف ضبط کردم و الان دوباره دارم ضبط میکنم. یه پروژه خالی درست کردم، همین چیزی که اینجا میبینید، و اسم پروژه رو گذاشتم جاوا V8، فقط برای اینکه کد توش بنویسیم و سامپل داشته باشیم. من یه دونه کلاس مین درست میکنم و یه دونه تابع مینم میذارم، public static void main، اینجوری یکی از اینم میچسبونم، اینو میذارم اینجا، میگم استرینگ بگیر، اینجوری، اینم از این. یه ذره سیستم من کند شده به خاطر اینکه دارم صفحه رو ضبط میکنم. سعیم کردم یعنی در واقع بذارم روی حالتی که با کیفیت خوب ضبط بکنم، به خاطر همین دیگه سی پی یو منو خیلی فکر کنم پر کرده، هم رممو پر کرده هم سی پی یو داره استفاده میکنه. به هر حال خیلی مسئله مهمی نیست. در مورد اینترفیس، بذارین یه دونه اینترفیس بسازم، اسمش هم میذارم وهیکل. اینترفیس ها تقریبا اگه دارین این ویدیو رو میبینید احتمالا میدونید اینترفیس چیه. اینترفیس یه جور، حالا میشه گفت کلاسه، کلاس نیست، اینترفیس رابطه که شما توش امضای یک تابع رو مشخص میکنید. اصطلاحاً تابع رو به شکل ابسترکت معرفی میکنید و بدنه اون تابع رو نمیتونید توی اینترفیس پیاده سازی کنید. پس بدنش کجا پیاده سازی میشه؟
پیاده سازی بدنه توابع اینترفیس به عهده کلاسیه که اینترفیس رو ایمپلمنت میکنه. مثلا اگه من اینجا یه دونه متد داشته باشم که استرینگ برگردونه، اسمش هم بذاریم مسیج، اینجا نمیتونم بدنه براش تعریف کنم، اینجا باید سیمیکالون بذارم و کسی که این بدن در واقع اینترفیس من رو ایمپلمنت میکنه بدنه این تابع رو هم باید تعریف بکنه. اولین چیزی که توی جاوای 8 در واقع جاوای 8 دو تا فیچر جدید به اینترفیس ها اضافه کرده. اولین فیچری که اضافه شده توابع استاتیک هستن. یعنی چی؟ یعنی از حالا به بعد ما میتونیم توی اینترفیس هامون تابعی داشته باشیم که استاتیک باشه. مثلا من بگم استاتیک یه در واقع همون تابع رو استاتیک تعریف بکنم، اینجوری بگم استاتیک string message و حالا بادی براش تعریف بکنم. مثلا بگم system.out.println و مثلا بگم که hello from static method. خب یه اروری داده. ارور چیه؟ missing return state. گفتیم string برمیگردونه، میگیم void بنویس و اینجا فقط مسیج رو چاپ بکن. پس اولین فیچری که توی جاوای 8 برای اینترفیس ها اضافه شده اینه که من میتونم یک تابع استاتیک رو داخلش معرفی کنم. اگرم بخوام فراخوانیش بکنم بیام داخل متد مین، اینجا میگم که فکر کنم فونت یه ذره کوچیکه، بذارید ببینم میتونم بزرگش کنم. همین جایی که هستیم خوبه، ادیتور فونت 15 که خوبه، بذارید 18 کنم. کارنت ادیتور فونت فلان. میگه که تو نمیتونی فونت رو عوض کنی به خاطر اینکه اینجا تعریف شده. بذارید بریم داخل اپیرنسش ببینیم چی داریم. use custom font. الان نمیتونم عوضش کنم. میگه که داخل اینجا باید عوضش کنی. به سلامتی میذارم روی 15. بهتر شد. خب الان داخل تابع مین اگه من بخوام اون استاتیک فانکشن اینترفیسی رو فراخوانی بکنم، مثل تابع استاتیک دیگه می نویسم وهیکل، اسم اینترفیس هم بزرگ می نویسم، اینستنس هم که نمیتونیم بسازیم چون اینترفیسه، یه دونه نقطه میذاریم، یه دونه دات میذاریم و مسیج رو کال میکنیم. هیچ اروری از من نگرفت. رانش هم بکنم، تا این ران میشه من شارژر رو بس کنم، شارژرمون خاموش نشیم. خب همطوری که میبینید این قسمت اون مسیجی که ما نوشته بودیم رو چاپ کرد. این اولین فیچری بود که در واقع به اینترفیس ها اضافه شده. یه فیچر دیگه هم اضافه شده. بذاریم من این تابع رو پاکش بکنم، استاتیکش رو، یا نه بذاریم باشه یه تابع دیگه تعریف کنیم. ما گفتیم اینترفیس در واقع جاییه که این دفعه بزنید استرینگ، فرقی نمیکنه همون void می نویسم. گفتیم اینترفیس جاییه که من اگه بخوام تابع توش تعریف بکنم تابعم بدنه نمیتونه داشته باشه. مثلا باید بنویسم این دفعه void مسیج شماره 2 به فرض مثال، و اینجا اگه بخوام یه بادی بنویسم نمیتونم، بهم ارور میده. چرا؟ چون اینترفیسه. پس باید به این شکل تعریفش بکنم. مثلا بیام اینجا یه کلاس دیگه تعریف کنم به اسم کلاس کار. خب اینو بذاریم قطعش کنم. خب الان این مسیج 2 من بادی نداره، اما اگر کلاس کار بیاد ایمپلمنت بکنه اینترفیس وهیکل رو، مجبوره چیکار بکنه؟ نکنید ارور گرفته. میام روش وای میسم، آلتو اینتر میزنم، میگه ایمپلمنت متد.
میگه 2 تا گزینه داری، یا اینکه بیا این کلاس کار رو ابسترکت کلاس تعریف کنی و پیاده سازی اون متد رو انجامش ندی، یا بیای ایمپلمنت متد کنی و همون مسیج 2 که اونجا تعریف کردیم رو بیای بدنش رو تعریف کنی. درسته؟ خیلی خوب. حالا توی و اگه اینو من اوورراید نکنم چی میشه؟ به هم ارور میده. توی ورژن 8 جاوا این امکان اضافه شده که ما بتونیم بعضی از توابع رو بدنشون رو داخل خود اینترفیس تعریف کنیم. مثلا من الان میتونم بیام اینو باز بکنم، بنویسیم system.out.println hello from message 2 مثلا. خب یعنی این جاوا 8 این فیچر رو اضافه کرده، اما همونطوری که میبینید به من ارور گرفته. میگه interface abstract method cannot have body. میگه که توی اینترفیست متدات باید abstract باشن، بادی نداشته باشن، اما تو بادی تعریف کردی. جاوا 8 میگه اگر میخوای داخل اینترفیس یه متدی بنویسی که بادی داشته باشه، کلمه دیفالت رو پشتش، در واقع پشت فانکشنت بنویس. این باعث میشه که تو بتونی داخل اینترفیس یه متدی تعریف بکنی که استاتیک نباشه اما بادی داشته باشه. خب حالا من چجوری میتونم اینو فراخوانی کنم؟ توی تابع مین همونجوری که دیدین تابع استاتیک رو من مستقیم اینجا میبینین دیگه، خط بالایی تابع مسیج رو مستقیم چون استاتیک بود از رو خود اینستنس دیگه درست نکردم. اما الان اگه بنویسم vehicle message 2، در واقع 2 تا غلط املایی هم دارم، vehicle.message مسیج 2 رو به من نشون نمیده. چرا؟ چون استاتیک نیست. معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید از اینترفیس vehicle یه دونه اینستنس داشته باشم، اما اینترفیس که نمیتونه اینستنس بسازیم، مثلا نیو نمیتونیم بکنیم. اینجا رو نگاه کنید، کلاس کار ایمپلمنت کرده اینترفیس وهیکل رو. اول از همه که دیگه ارور بهم نمیده چون کلمه دیفالت رو نوشتم. من میگم که از کلاس در واقع اینترفیس وهیکل یک اینستنسی به نام کار درست بکن، اما نیو بکن آبجکت کار رو. در واقع یه اینستنس از کار درست کردم. حالا داخل کار میتونم مسیج 2 رو کال بکنم که بادی مسیج 2 داخل اینترفیس وهیکل نوشته شده. الان اگه من اینو ران بکنم، شیفت F10 بزنم، دو تا مسیج چاپ کرد. مسیج اول مربوط به همون استاتیک متدمونه، مسیج دوممونم مربوط به در واقع متد دیفالتیه که توی اینترفیس نوشتیم. پس اگه بخوایم جمع بندی بکنیم رسیدیم به اینجایی که توی جاوا 8 برای اینترفیس ها این امکان اضافه شده که شما بتونید تابعی تعریف کنید که بدنه داره. به 2 روش این کار رو میتونید انجام بدین. یکیش استفاده از توابع استاتیکه و یکی دیگهش استفاده از توابعی که دیفالت هستن. این بود قسمت اول در واقع آپدیت هایی که برای جاوا 8 اومده. توی قسمت بعدی که احتمالاً قسمت طولانی بشه در مورد لامدا و تمام این زیر مجموعه هاش صحبت میکنیم. و برای این دیگه هر کدومش رو توی ویدیو جدا بدم بهتره. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. فعلا